شکرانه به تصویری چند سال پیش خود می‌نگرد که سطر داشت. همان سالها بود که میبایست انتخاب میکرد یا تحصیل یا سطر. من از اول سطر میکردم. وقتی که دانشگاه به داخل شدم در اونجا گفتند که سطر کردن طبق نظام نامه دانشگاه سطر کردن ممکن نیست در دانشگاه و به خلاصه آمدم و در کوچه هایم که میگشتم سطر کردن ممکن نیست. شکرانه که یک دختری با اعتقاد بود و در عین زمان شوق ادامه تحصیل را داشت، خواست کاری کند به قول معمول هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد. او هم میدید که بعضی از چهره‌های مشهور این مشکل را با راه خود حل کردند. با توجه به این او سطرش را به قول ساده‌تر و زمانوی کرد. به خلاصه آمدم که یک رومال کنم، همون رومال بندم که هم طبق نظام نامه دانشگاه درست باشه، هم در دانشگاه آزادانه گشته توانم و هم در کوچه و خیابان‌ها. به گفته شکرانه اکثر دوگانه‌های سطرپوشی او هم حالا به جای روسری‌های قبلی خود که برای مقامات خوشایند نیست، به شیوه‌های نوی روی مالبندی و لباس رو آوردند. دختران زیادی را در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه می‌بینیم که در شکل توربان یا چلمه و سله روی مال می‌بندند. نه، من هم خیلی می‌بندم. هم خیلی می‌بندم. تغییر دادنی هم نیستم. در دانشگاه ممکن است برای همین رومال میکنم. دیگر خیلی میبندم ها، خیلی با پشت میبندیم. این چون شکلی رومال بندی رو من اصلا در اینترنت از سرندگان جوان مثلا دیدم و باور کردم. چون شکلی رومال بندی هم با لباس‌های اروپایی و هم با لباس‌های ملی خوب مطابقت میکنن. پوشش مذهبی به خصوص چادر سیاه در تاجیکستان محدود شده فروش این نوی لباس و ورود زنان با این لباس‌ها به اداره‌های دولتی منع است. تا چند سال پیش حجاب فروشی و یا لباس اسلامی زنان برای بسیاری از فروشنده ها تجارت مفید بود، اما حالا ورود و فروش چنین لباس ها هم منع است. تاجرانی که قبلا لباس های خاصی مذهبی را به فروش می‌گذاشتند حالا شیوه کار خود را تغییر دادند. آنها لباسی را به فروش می‌گذارند که هم برای زنان مذهبی و هم غیر آن موافق باشد. حاضر به هر حال مثل پیشتره نیست. حاضر میبیان دخترها به هر حال رومالای زمانوی بستگی. مثلا ما هم میبیاریم، من همین تازیر لباسایی که خیلی هم مجاش کشاده و محکم نه، خیلی خوشرو محکمک خوشروی. تاجران میگویند حالا دختران و زنان بیشتر به لباس‌های پوشیده‌تر اما زمانوی توجه میکنند. چیزی که همین سخت کشاده نباشد و نه که زمانوی باشد میپرسن همین چیزایی، نه که همین نمیپرسن. به تأکید تحلیلگران انتخاب لباس کار شخصی هر انسان است، ولی به باور آنها همه گونه شکل لباس یا مد وقتی است و وابسته به زمان تغییر میکند. هر خیل لباس پوشی کنند دخترها همش گذرانده است. یعنی مد است، مد است و مد یک چیزی گذرانده می باشد. امروز وای در ترند است، в тренді میگویند. پاگانی مد امروزه به طلبات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جوابگو می باشد. شیوه پوشش زنان در سالهای اخیر در تاجیکستان یکی از موضوعهای سربحث است و معرکه ترغیب لباس پوشی ملی و جلوگیری از تقلیدکاری به لباس‌های به گفته مقامات بیگانه ادامه دارد.